شاد آمدم شاد آمدم، از جمله آزاد آمدم. صدها هزاران سال شد تا من به گفتار آمدم. خوشبختم که این فرصت پیش اومده تا درباره یک بنیاد ارجمند و کهنسال این سرزمین، یعنی رسم و بزم نوروز، سخن بگم. البته این برنامه بیشتر درباره اونه که درباره 14مین چاپ کتاب نوروز و فلسفه 7 سین گفتگو کنم. کتاب به ظاهر یک کتابه، اما در بخش‌های اون به 7 کتاب 7 سین برخورد می‌کنیم. شما هنگامی که از جلد اون در می‌گذرید به این شعر و شعار می‌رسید که شکر اندر که دگر بار رسیدی به بهار، و بعد از اون با این نگرش آسمان و زمین رو می‌بینه که زمین و آسمان بر پایه شادیه و خداوند شاد و نشاط انگیز رو خالق آدم و عالم می‌داند. به این علت میگه به نام آن خداوندی که هستی، از او دارد نشاط و شور و مستی. پس از اون باز نگرشی به روزهای دور و دراز تاریخ سرد و تلخ و شورانگیز و شادآمیز ما داشته که اعلام کرده زمانی جشن نوروز ممنوع بود، روزگاری دیگر باج و خراج بر آن نهادند. اکنون آبی آسمان، روانی آب و شادی نوروز را با طرز دگر دیدن و فهمیدن زمزمه می‌کنیم. سرشناسه کتاب به این ترتیبه: اول سخن عمو نوروزه که یک شعر نو به زبان عامه است، و بعد چشماندازی که نگرش کلیت کتاب رو باز میگوید و شکفتن شکوفه ها رو نوید میده، و آنگاه نگرش مطبوعات و نویسندگان رو در باره چاپ های پیشین کتاب یادآور میشه، و سپس به این نکته میپردازد که نوروز شاه ستون آداب و عادات و اخلاق و تمدن و فرهنگ ملموس و ناملموس ماست. بعد از آن راه میسپرد که 7 سلام مقدس رو برای ما ذکر میکنه، و آنگاه بارش بهاری و افتخار ایرانی ماندن رو که چگونه پیوند، پیمانه و پیمانی بین همه سرزمین آریایی وجود داره رو به گفتگو نشسته. پس از آن به نخستین کتاب که باغ شادی است میرسیم. در اینجا شادی رو شعله زندگی شناخته است و اعلام میکنه هدف از زندگی شادی است، و اگر این هدف رو ره پیمودیم ما کار و رفاه و توسعه رو به همراه خواهیم داشت. و یادآور میشه که ای کهن بومور تو را دوست دارم. در کتاب دوم شما به سروش چهارشنبه سوری برخورد میکنید و بالاخره به این نتیجه میرسید که سروش خرد و خروش شادی در چهارشنبه آخر سال به هم پیوند میخورد. به یاد داشته باشید که جشن نوروز حداقل 14 روزه و حد اکثر 21 روز، زیرا آغاز چهارشنبه سوری نوروز است که چهارشنبه سوری دروازه عید نوروز است و 13 به در آخرین روز این جشن. گاه چهارشنبه سوری با عید چنان نزدیک می شود که 1 روز فاصله بیش از آن نیست. در چنین صورتی طول جشن‌های نوروزی 14 روز است و گاه 1 هفته به پیشتر راه پیدا می کند که در چنان صورتی طول جشن‌های نوروزی 21 روز خواهد بود. بعد از چهارشنبه سوری
به قصه نوروز و آغاز سال توجه می شود و 7 نشانه رازناک رو یادآور می شود و آنگاه ریشه نوروز را بیان می کند و فراخوانی به ترازمندی و اعتدال رو گوشزد می شود. بالاخره باده بهار شما را سرمست می کند. فارغ ز سوز سرو در شنگ عشق و مهر، هر گوشه هر کنار شادان بسی نشیند و رقصان همی پرد، سنجاقک سرمست از باده بهار. و پس از این به کتاب 4 که خانه 7 و عدد 7 هست را پیدا می کنید و به شما می گوید به نام آن خداوندی که جهان رو بر 7 پای نهاده است، به نام خداوند بیچون و چند برآورده 7 چرخ بلند. بعد از خانه 7 به وادی سیم میرسیم و یادآور میشه که 7 سیم چگونه بوده، 7 شین چیست، 7 میم چه زمانی در کشور ایران مورد توجه ایرانیان بوده و آنگاه شرح سفره را برای ما بازگو میکنه که سیری است از سر معرفت، آداب نشستن در پای سفره 7 سیم، آداب برخاستن و نخستین گام سفره 7 سیم را راز سنجد که ورود به سرزمین خرد است یادآور می شود و دومین پایگاه را رمز سیب می داند که راهیابی به شهر سلامتی را به ما اعلام می دارد و سومین قدم پیام سبزه را که رسیدن به ساحل ایثار است برای ما باز می خواند. 4مین پایه اشاره سمنو است که دستیابی به خانه توانایی و قدرت را به انسان برنشسته بر کنار سفره 7 سیم اعلام می دارد. 5مین جایگاه اسطوره سیر است که اقامت در دایره حقوق و دل سپردن به بایدها و نبایدهای یک زندگی مهرورز شادی بیز سلامت آمیز است. و آنگاه 6مین شاخه این درخت تناور که کاوش سرکه است و دروازه رضا و پذیرش را به ما می نمایاند که رضا به داده بده و از جمین گره بگشای که بر من و تو در اختیار مکشوف است. پس از این راه به شاهراه دیگری می رسیم و آن 7مین چکاد سفره است که کنایه سماق است و آن آموزش 100,000 کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر را دم ندید. کتاب ادامه پیدا میکنه و پیام نمادین سفره را میگوید و درس هایی که در پیشخوان خان نوروزی آموختیم و ما را به مدرسه عشق میبرد تا در کلاس آن ثبت نام کنیم و شاگرد همیشه این مدرسه دوستی و محبت و لطف و عشق و مهر باشیم. و بالاخره به 7مین کتاب 7 سیم میرسیم که گام نهادن در سبززار 13 است و حکمت حضور همراهان سفره 7 سیم را میگوید که سکه نشانه سخاوت است و ماهی راز و نیاز انسان با بودن و تلاش و یادآوری حرکت در زندگی به نحو شاد، چون ایرانیان پیشین نیز هنگام شادی زمان از خانه خارج می شدند که آسمان یعنی فلک در رنگامیزی بسیار دلنشینی درآمیخته بود و هنگام شادی زمان که غروب است و باز هم خورشید آسمان رنگ زیبایی را بر
صحنه و پهنه گیتی در انداختند، انسان شاد را به خانه می‌خوانند و در انتها 13 به در این گوشزد را می‌کند که تا سال دیگر همواره شاد و بخرد و شادان به کار و تلاش و نیکی بپردازیم تا شب و روز جهان آینده‌اند. روزگارت روز و شب نوروز باد. آخرین شعری است که در آخرین صفحه آخرین جلد کتاب 7 سین با شما گفتگو دارم. کامیاب باشید.